سلام علیکم همجوران عزیز. از آن گورانگور و باغ 26 یولی سال 2024 می باشد و من قرار دارم در ناحیه دنگره در نزد پیستازوری برادرم سهراب که این زمان بیچاره از پس برادرش است. برادرش یک ماه شد به صدمه دچار شده است، بیهوش در قربالا خواب است و ما همه کسا دعاگوی او می باشیم که صحت شود هرچی تیزتر و شما هم التماس یک دعاگو باشد که برادر سهراب صحت شود. و ما حاضر در پیستازور سهراب می باشیم شهر ناحیه دنگره و با همراهی من آقای کاظم عبدالله‌زاده که عاید پیسته یک از متخصصای ورزیده هستند و عاید پرورش باز زیره متخصص خوب هستند. ما تکلیف کردیم اومدیم حاضر عاید پیسته یک نوار میگیریم بعد زیره هم خیلی گپ میزنن. آقای کاظمی، آقای عبدالله‌زاده، من این پیسته رو ببینید چقدر بسیار بستگی است. شما عاید این پیسته چی گفتنی هستید؟ بسیار خوب. ما میگیم پیسته علی اکبری باید باشه. این پیسته بسیار خوبیه و حالا من گفتم ممکنه کمتر بلندتر گپ بزنید. اینو من پسته بسیار خوبیه، قوتش خیلی خوب، زمینا خیلی خوب در اینجا میشه، پسته های خیلی خوبی، بیزینس خیلی خوبی داره شما، چون زمین حاصل خیلی خوبی دارید. رحمت عاید بیزنس پیسته گپ بزنید. در مورد عاید پیسته یک قیمت جهانی داره، در تمام دنیا خریدار داره. مثلا اگر پیسته مرغوب باشه، هر چی حالت ارگانیک باشه بهتره. شما الان اینجا بهترین پیسته رو تولید دارین میکنین ارگانیک و بدون این داروی خیلی کم، اینا خب قوتش خیلی خوب میشه و انشالله این در کشور تاجیکستان شما رواج پیدا کنه و پیسته بسیار. پیسته خودروی خوب است یا که پیوندی خوب است؟ البته خب خودرو خیلی خوبه ولی خب اون ولی این پیسته پیوندی بازار جهانیش بهتر میخرن، خوشروتره، ولی برای خوردن اون پیسته های خودرو خیلی صفتش بالاتره. مزه خودروی. بله خودروی تاجیکستان از روی جهانی در جای اول میاد از روی مزه. لیکن در بازار چون که کوچک از میده هست مردم نمیدانن، مردم توجه ندارن به اصل داخل پسته. برای بازار برای فروش کدامش رو کنیم خوب است؟ برای اینطوری بهتر. اینطوری بهتر است. بله این پیوندی بهتر است. برای مصرف داخلی خودتون همونا خیلی خوبه. بله. ولی برای بازار جهانی صادرات این بهتر است. همجوران عزیز، آقای عبدالله‌زاده ما دعوت کردیم حول عاید کوریدن زیره با اینا ما هم صحبت میشیم. باید در تاجیکستان زیره کاری بسیار کنیم چون که زیره هم قیمتی بلند داره. قیمت بلند، بسیار بلند، خیلی درآمد خیلی بسیار، خرج خیلی کم و بدون آب للمی خیلی راحت. بدون آب نمیتید؟ در مدت 4 ماه از کاش تا برداشت 4 ماه. او را تیرمو میکنه، بهار میکنه. اون 3 ماه به نوروز در بین چله زمستون بزرگ و کوچک میکنیم و از همین خرداد 3 ماه پس از نوروز هم جمع میکنیم. این همین اول ماه مارت آخر اپریل میکوریدن بعد ما میگه که ماه فوریه میکورن و 3 ماه پس از نوروز، یعنی که من اپریل مای ایون هم تابستان جمع می‌کنم. یک ماه پیش ما جمع می‌کنیم. همجوران عزیز، من همین آقای عبدالله‌زاده را آوردیم همینجا همچون متخصص. حال ما بسیار مصلحت میگیریم از این کار. انا عاید پیوند زدن بهتر است. بهتر است. حتما پیسته باید پیوندی باشد. حتما پیوندی باشد که او حاصل خوب تر. حاصل بهتر بشه. ولی بازار جهانی پیوندی خوبه. اینا ببینید همجوران عزیز، از نزدیکتر اومده جورا جان. اینا ببینید چخیل بسیار میبندد. انا این پیسته خوب است. پیسته 5 ساله. عالی، بسیار خوب، خیلی خوب. 5 ساله پیسته است. ماشاءالله پیسته این بار بسیار خوب دارد. این بارش بسیار ماشاءالله به لطف خدا خیلی خوب. برکت زیاد. آقا جان درباره این پیسته گپ زنید. این پیسته خود دنگره است، پیسته پیوندی است. خوب است. این محلی دنگره است. اینم خیلی خوب، بارش هم خوب. با نظر شما چه خیلی است؟ بارش خوب است. این مزه‌اش هم بهترین. انا همجوران عزیز، برای که ما باور کنیم که همین بیزنس خوب است، بعد درباره آبیاریش گپ زنید. همین پیسته درباره آبیاریش چیکار کنیم؟ طول اول چند سال آب که بعد به آب میشود نمیشود؟ نه، اینا تا 3 سال بعد از 5 سال دیگه بی آب در کار. آب در کار. نه 5 سال الی 6 سال دیگه پیسته هیچ آب نمیخواد.
اگر خیلی هر ماه در یک سال در تابستان دوباره آب کنیم بهتر است. دیگه بهتر است. کفایت میکنه. بیخ چی مواد پرتیم؟ کتی حیوان. حالا این کودار در تخصصی، چون من تخصص زیادی در این چیز ندارم، اینو من مشاوره میگیرم، این خبر دقیقشه بر شما یک مشاور خوب، یک مهندس انجینیر کشاورزی که تخصصی داشته باشه. خدا خواهد ما با دستگیری شما متخصص رو از ایران با متخصصی به واسطه‌شون میبیاریم. در اینجا اگر که ما در کار شد میاریم و ما خدمت هم میکند، ما الان با یک چیز کشیم نقشه ها و چاره‌بینی های خود رو کنیم. البته با شما مراجعت میکنیم یا متخصصی آیدی و پیسته پروری دعوت میکنیم. شما زمین های ما را دیدید برای پیسته پروری زمین های تاجیکستان مطابق است. بسیار عالی، بسیار خوب، بسیار نغز، زمین های نغز خیلی خوب، خیلی خوب، بسیار عالی برای پیسته. همداران عزیز در پناه خدا باشید. ما یک مایدچه نوار گرفتیم آیدی همین پیسته. حاضر من دویم نوار رو آیدی زیره میگیرم. در پناه خدا باشید. معقول شده باشد لایک کنید.